سلام علیکم برادران، در کانال ما گذاشتن رو فراموش نکنید. کانال ما در یوتیوب دوستانی الله می باشد. دستگیری شما پیشروی ما است. غمگین مباش. الیس الله بکاف عبده. آیا الله متعال برای بندهش کافی نیست؟ برادر و خواهری عزیزی من، غمگین مباش که تو فقیر هستی و ثروت کم داری، زیرا بغیر از تو کسی دیگری نیز هست که عموما تیکه نانی ندارد. قرض زیاد برگردنش بار و خانه‌اش را فروخته بی سرابان است. اگر تو مرکب یا ماشین گرانبها نداری و از این پیوسته غم میخوری، بدان که بغیر از تو کسی دیگری نیز هست که عموما پای ندارد و یا پای دارد و فلج است، راه گشته نمیتواند. الیس الله بکاف عبده. آیا الله متعال برای بندهش کافی نیست؟ برادر و خواهری عزیزی من، اگر تو را بار بیماری کوچک یک لحظه اذیتت داده است، بدان که نفری نیز هست که یک عمر از بستر بیماری نخسته است. پس الیس الله بکاف عبده. آیا الله متعال برای بندهش کافی نیست؟ اگر فرزندی پسر نداری و از این غم میخوری، بدان که افراد نیز هست که در آرزوی ناخون فرزند یک عمر زار است، عموما فرزند ندارد. الیس الله بکاف عبده. پس آیا الله متعال برای بندهش کافی نیست؟ اگر از آفت یا بیماری فرزندی تو گذشت، بدان که در جای دیگر نفری را تمام فرزندش در یک لحظه به کام دریا فرو رفته یا در نتیجه زمین لرزه همه زیر بار خانه مانده مردند. پس برادر و خواهر عزیزی من، الیس الله بکاف عبده. آیا الله متعال برای بندهش کافی نیست؟ غمگین مباش، زیرا تو را خداوند مسلمان آفریده است. ایمان به خدا داری، به رسول و ملائکه هایش، روزی آخرت و تقدیرات نیک و بد باور در دلت قایم است. لیکن غیر تو آنانی هستند که کافر هستند، الله را نمی پرستند، دروغ می گویند و پیامبران و روز آخرت و تقدیر نیک و بد را انکار می کنند. الیس الله بکاف عبده. آیا الله متعال برای بندهش کافی نیست؟ دوستی من، غمگین مباش. وقتی گناه صادر کردی توبه کن. اگر بدی کردی استغفار کن. خطاگی داری اصلاح کن. رحمت الله بزرگ است و در او همیشه برای توبه باز است. الیس الله بکاف عبده. آیا الله متعال برای بندهش کافی نیست؟ غمگین مباش، زیرا مانده می شود عصبهایت. بدنها خسته و شبهای براحت به بیخوابی و اذیت تبدیل می یابد. پس این را بدان که الیس الله بکاف عبده. آیا الله متعال برای بندهش کافی نیست؟ بله، الله برای ما کافی